أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هداك. فتبعت يا ربي هداك. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك. يا من قلبي من دعاك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هداك. فتبعت يا ربي هداك. بهداك ربي أنعم ومن المتاعب يسلم. بهداك ربي أنعم ومن المتاعب يسلم. گفتگی این بود در دیسکو هم همه هست. مردم اگر پیروی کنن و گوش کنن خود مقصد همینه. خود مقصد همینه. خداوند قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خدای میگه فبشر عباد بشارت ده بندگان مرا هرگاهی که به اونها آن چیزی را که از حق و از لازمی بندگیشان گوشزد میکنند وقتی اونها این را میشنوند و با او پیروی میکنند این بندگان بشارتی به بندگی بده. یعنی خدا کنه که بنده های خدا را کمی انصافی گوش کردنشان نصیب. ماه رمضان خیر شنیده که خوردن نیست. یک لحظه هم بخوشیم مویده چند کار کنیم میشه. 2 ساعت زیاد میشه؟ 2 ساعت با 8 نمیشه کنیم. خود چند شید؟ 6 شید. خب خیلی وقت داشته. 1 ساعت زیاد. با مبتون وقت کمتر باشه. خیلی نفس هم ناروز نمیشه. خیلی قاری یک کم ترک زمزمه کنه. بعد قاری خدا خواهد ستون و خیلی دانو محمد الله را خیلی انشاءالله معرفی هم نکنیم شاید نشناسیم. یک قاری دیگه شدم با فیلم جوی معرفیش نیست. بعد قاری شک یکون سوال ها تو مو شده که الله هست بر از سوال جواب میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداونده که غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدایی که هر ساعت بر رسولی که از او طاعت، نام پاکش محمدی عربی، راهنماینده و بزرگ و سبی. برای نام حق صد جان فدا کردن نمی ارزد، تمام ملک عالم را فدا کردن نمی ارزد. اگر جمع آوری حسنی همه رعنای عالم را، به حین رؤیت حسنش به یک دیدن نمی ارزد. به کثرت گر گناه تو تمامی بحر و برگیرد، به کثرت گر گناه تو تمامی بحر و برگیرد، به حین رؤیتی رویش به بخشیدن نمی ارزد. بلای بر سرت آید مجو از غیر او یاری، بلا در نزد اون حق به یک سوزن نمی ارزد. اگر چنده مثل اسکندر رومی جهانگیری، به حین پرسشی گورد و پرسیدن نمی ارزد. اگر در علم لقمانی به ثروت همچو قارونی، به حین پرسشی گورد و پرسیدن نمی ارزد. ای دیل صدای مرگ تو را هم رسیدنیست، صبح اجل ز مطلع عمرت دمیدنیست. پیوستگی مکن به جهان دل در آن نبند، زیرا که این جهان به تو کلی بریدنیست. مغرور مشو بدین گل و بستان روزگار، این مرکبی حیات ندایم دویدنیست. چون حضرتی رسول خدا در جهان نمان، چون حضرتی رسول خدا در جهان نمان، ما را چه اعتماد به نابود بودنیست. از مرگ خود بترس که تنها روی به گور، از مرگ خود بترس که تنها روی به گور. با منکر و نکیر جواب تو دادنیست. تا وقتی که هستم ندانی که کیستم، روز سراغ نزد من آیی که من نیستم. اجل پروای پیغمبر ندارد، اجل پروای سیم و زر ندارد. عجب رسمی است رسمی آدمی زاد، که جانش می رود باور ندارد.
سرشتی آدمی چون هست از خاک، رجوعش باز شد در خاک نمناک. امیران و ملوک و پادشاهان، خباپوشان و هر یک کچکنان، همه سر در نقابی خاک کردن، لباس زندگانی چاک کردن. تو هم ای جان شیرین که چنانی، و این عمری قلیل تا کی بمانی. بغیر از مرگ سودای دیگر نیست، بغیر از مرگ مأوای دیگر نیست. بیا بگذر از این دنیا پرستی، بشو خاکی زمین گر عاقل استی. نمیماند ملک اینجا نه انسان، نه بلبل ماند و نه باغ و بستان. اگر 100 سال یابی راحت اینجا، اگر 100 سال یابی راحت اینجا، چی میدانی چی کردم من در اینجا؟ همه پر حسرت و نادم بخاکن، همه پر حسرت و نادم بخاکن. جوانان و عروسان سینه چاکن، گذشت دنیا ز دست پادشاهان، به گورستان برابر با گدایان. راه اسکندری غرمی همین است، اجل دائم برا اندر کمین است. اللهم یا ربنا تقبل توبتنا وتب علينا إنك أنت السميع العليم. به جنت نیز جایی به نمازان، دهد دوزخ سزایی به نمازان. برایت تا به 7م عرش اعلا، ز دوزخ ناله هایی به نمازان. برایت تا به 7م عرش اعلا، ز دوزخ ناله هایی به نمازان. ای بنده مرو از من، بر تو نگرانم من. ای بنده مرو از من، بر تو نگرانم من. 100 مرحله بگریزی، از پی تو دوانم من. از عشق تو این نشیا، کردم ز عدم پیدا. ای بنده بی پروا، خالق جهانم من. گر مؤمن یا کافر، بر حال تو ام ناظر. گر منکر یا شاکر، رزقت نستانم من. هر چند کنی عصیان، از پیروی شیطان. من آمده ام رحمان، از تو گذرانم من. گاها به غم اندازم، گاه شادیت افزایم. به شرکم و انبازم، این حکم برانم من. هر زنده که شد زنده، آخر زی پیش مرگ است. هر زنده که شد زنده، آخر زی پیش مرگ است. من زنده و جاویدم، به روح و روانم من. هر چند کنی عصیان، من آشتی از غفران. با تو در احسان، به سود و زیانم من. ذکری تو چه شیرین است در حلقه ما امروز. ذکری تو چه شیرین است در حلقه ما امروز. عیشی دل غمگین است در حلقه ما امروز. جز حق نبود حاضر، جز حق نبود ناظر.
جز حق نبود حاضر، جز حق نبود ناظر. یاران همه حق بینند در حلقه ما امروز، یاران همه حق بینند در حلقه ما امروز. نه خوف دوزخ اینجا، نه شوق بهش اینجا، کفرم همه چون دین است در حلقه ما امروز. این ناله درد آلود از کیست که می نالد، از درد منی مسکین در حلقه ما امروز. اللهم تقبل توبتنا وتب علينا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، میخواستم یک صحبتی اندکی در گرد یک آیتی از قرآن و یک حدیثی از پیغمبر خدا با شما بیان کنم. فقط از شما خواهش همین تلفن، گپ زدن، صدا، همه این یک لحظه شما نگه دارید. خب در حالت همین سخن وقتی که اگر کم ترک اگر با شرطی که فکری آدم رو پریشان کردین، دیگر نه از مقصد واعظ شما چیزی بهره بردن میتونین، نه مثال در بین شما بعد چقدر مشوش خلل ها پیدا شدن میگیرن. خب نه با نوار بگیریم، فقط آواز تلفن، آواز نه همین تلفن گپ نزنین در وقت همین صحبت و نوارش یکون زیانی نداره. الحمد لله الذي قال في كتابه واغفر جناحك للمؤمنين صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على رسوله الكريم قال في خطابه المسلم أخو المسلم لا يظلموه ولا يسلموه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. برادرای عزیز و گرامی، آیتی را که من تلاوت کردم از سوره مبارکه حجر بود و حدیثی را که برای شما در این افتتاح سخن به شما خواندم حدیث بخاری و مسلم بود با روایت حضرت امام ابو هریره. میخواستم در گرد هر این آیت و حدیث برای شما یک معلومات از کتاب‌های خدا گوشزد کنم تا از پروردگار خواهان او شویم که آنی را که الحال شما میشنوین خدا با شما توفیق عمل کردنش نصیب بگرداند. خواهی که تو را رتبه ابرار رسد. قرآن میگه این الابرار لفی نعیم. الله میگه برای ابرار، برای نیکوکارها، برای بنده های خدا ترس و خداشناس ما همه نعمت را آماده کردیم. هر چی دلش میخواهد، هر چیزی را که
به خیالش میگذرانه، الله میگه این الابرار لفی نعیم، همه نعمت هایی که در جنت هست آش شود برای آن کسی که در دنیا ابرار باشد. این عزیز خدا میگه خواهی که تو را رتبه ابرار رسد، خواهی که تو را رتبه ابرار رسد، مپسند که کس را ز تو آزار رسد. برای رتبه ابرار گرفتن چی در کار بوده؟ مپسند که کس را ز تو آزار رسد. برادر عزیز، خواهی که پل صراط آسان گذری، آزار دل هیچ مسلمان مطلب. هم رتبه ابرار هم گذشتن پل صراط وابسته به چی بوده است؟ این بوده است که ما در دنیا برادر عزیز آزار دهنده دل یکدیگر نباشیم. حبیب خدا می گفت من ازا مسلمان فقط ازانی و من ازانی فقط از الله. کسی اگر یک مسلمان آزار داد، پیامبر گفت او همچنان است که مرا آزار داد. هر کسی که مرا آزار داد او الله را آزار داده است. آزار الله به آزار مسلمان. مسلمان آزار دادی، هم خدا را آزار دادی، هم پیغمبر را آزار دادی. میایم به سر همین موضوع کم ترک من در گرد همین برادر از برای شما معلوماتیم، زیرا که شما با انشاءالله که من هیچ وقت گمان و والله به یگان تایتو بد نیست. من نمیگم شما از زمره کسایی هستین که قدری برادر مسلمان تا نمیشناسید، یا همیشه گویم که شما ضرر آورنده در حق برادر مسلمانید، ولی من به خاطر این دلالتم ثواب میگیرم، شما برای گوش کردنتان ثواب میگیرید. فقط انشاءالله اگر خوب با دقت که گوش کنیم، آن معلوماتی را که در اینجا اگر ما گرفته و گویم در یک گوشه قلبمان اگر او را نگه بداریم، در حیات برای ما بسیار لازم در کاره، زیرا سخن خدا و رسوله. عزیزای خدا میگفتند هر کی قال الله گوید گوش دار، جان و دل پیوسته کن خاموش باش، تا ببین از وارثان انبیا تا به گوش تو چی می آرند ندا. وقتی قال الله کی شد، وقتی قال رسول الله کی شد، عزیزای خدا میگن گوشکات اکو چکار کو، همه آن قوت شنوایی که داره روانه کو و ببین که از این وارثای پیغمبرا از علما به گوش شما چی صدا میارن. اینها را خوب گفتن، با دقت باشید. خداوند در قرآن گفت وغفض جناحک للمؤمنین. مطلب احترام بنده مؤمن است. چگونه ای که فرزند خدای مهربان در قرآن برای احترام پدرش وظیفه‌دار میکنه، همچنان مؤمن برای مؤمن احترام کردنم الله سپارش میده. قانون پروردگار صادر کرده است که قانونی که این با تغییرات سال و تغییرات حیات و گذشتن های وقتی یگان بار تغییر و دیگرگون نمی شود. قانون قرآن قانونی هست که از روز پایان شدگیش تا قیامت فعالیت میکنه. خداوند قانون گذاشت، امر کرد که وغفض جناحک للمؤمنین، بال تواضع، بال مرحمت، بال احترام نسبت برادر مسلمان رو بگذار. ببینین ما حدیثی داریم از نعمان ابن بشیر، از نعمان ابن بشیر حدیثی داریم که حدیث متفق علیه است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته است مثل المؤمنین فی توادهم
و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثال همه ما برادران، مثال الحال همه مسلمان هایی که در اینجا نشستیم، مثال شما گفت پیامبر به مثال چی است؟ به مثال در دوستی، در مهربانی، در مروت، مثال یک جسده. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. شما یک عضو میگه، چلی که در یک عضو حاضر مرا یک سرم درد بگیره، تمام بدنم درمنده، پام درد میکنه، تمام وجودم درد میکنه. انمی یک دردی که در بین برادرای مسلمانی ما وقتی پیدا میشود، این دردی همه باشه باید. یک شادی که در یک برادر مسلمانی ما پیدا میشود، شادی همه ما باشد. وقتی میم در خانه برادر عبدالرحیم داخل میشیم، خانه دارد، خداوند بر این بندش داده است، خرسند میشیم که خداوند در این بندش نعمتش داده است. دشمنی نمیورزیم که چرا خانه دارم و ندارم. در یک برادر که وقتی میبینیم یک سواره خوب داره، فرزندی خوب داره، خب درآمدی خوب داره، جای کاری خوب دارد، اینها در ماها باید چی باشه برادرای عزیز؟ میگه به خدا دادگان ستیزه نکن، اونها را خدا داده. خدا در قرآن خودش هم میفرماید تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. میتون ملک کسی را میخواهم، میگیرم ملک از کسی که میخواهم. اما نزد خودش. یکی را میدهد اسباب و تخت و تاج سلطانی. یکی را میدهد اسباب و تخت و تاج سلطانی، یکی را میکند محتاج بهر یک لب نانی. یکی را میکند صاحب فضیلت با طفیل علم ربانی. یکی گشته ز جاهلی مطیع نفس شیطانی. به قدرت هر چی خواهد میکند آن قادر دانا. همه را خودش میکنه. همه این پروگرام حیاتی ما در دست خودش هست. خلاص از این حدیث چی میاد؟ ما باید در همه جهت با یکدیگر برادر عزیز برادر باشیم. در غمش غم شریکیم، در خرسندیش خرسندی داریم. مثال یک عضو چگونه که پیامبر میگه شما وقتی وجود شما را تب که گرفت، تمام وجود را تب میگیره، همه وجود را درده. مقصد ما همون سخن شیخ سعدی هست که بنی آدم اعضای یکدیگرند. این شیخ سعدی از زیر این حدیث پیغمبر گرفته است. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این سخن پیغمبری خدا هست. ما را دلالت به چی میکنه؟ دلالت از آیت قرآن تا حدیث پیغمبر که شما یکدیگر را احترام کنید، به قدر یکدیگرتون برسید. حدیثی که من در ابتدا خواندم، المسلم اخو المسلم، این از زبان شکرین پیامبر ما، پیامبری که بعضی ما نامش را میشنیم اینجا ما میخیزیم، پیامبری که بعضی ما قصه هاش را میخونیم آبی چشم را داشته نمیتونیم. انا همون پیامبر مهربان میگه مسلمان برادر مسلمان است. مسلمان برادر مسلمان خوانده. آدم با برادر خود چه معامله میکنه؟ نابسته ای نسبش، نابسته از قبیلش، نابسته از رنگش، نابسته از شرایطش، هیچ کدام این اعتبار نیست. فقط مسلمان برادر ما هست. خود در امریکا، خود در روسیه، خود در تاجیکستان، خود در کجای باشد، مسلمان برادر ما هست.
میگه لا یظلموه. ببینید پیامبر میگه مسلمان برادر مسلمان. در دوام حدیث میگه باید مسلمان ظلم نکنه. لا یظلموه، حق نداره میگه مسلمان ظلم کنه. در حق مسلمان چاره های بد بکشه، نسبت مسلمان نگاهی بد داشته باشد. من نظر الی وجه اخی بین ودن غفر له. پیامبر میگه وقتی یک برادر مسلمان در یک برادر مسلمان با روی تازه نگاه کنه، نه سومش بده، نه جای کارش بده، نه کمکش کرد، هیچی نکرده، فقط با یک چهره تازه میگه در چهرهش نگاه کنه، به خاطری که برادر مسلمان غفر له، خدا گناهش میبخشه. که تو در روی یک برادر مسلمان با روی تازه نگاه کردی. لا یظلموه، میگه حق نداره که شما یکدیگر از ظلم کنید. ولا یسلموه، یسلموش برادر عزیز، میگه حق ندارد مسلمان فروشد، تسلیم در دشمن کنه. یک دشمن نسبت او چکار کند؟ بیدار کند. در دوامش پیغمبر خدا چی گفت که هر کسی اگر فمن کاند، هر کسی که اگر در یاردم برادر مسلمانش باشد، من کان فی حاجت اخی کان الله فی حاجتی. خدا گفته است که وقتی تو حاجت یک برادر مسلمان برآوردی، حاجت برای تو من حاجتی را میبرم. و من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنه بها کربتا من کرب یوم القیامه. در دنیا سختی یک برادر مسلمان دیدی و از همون سختی نجاتش دادی، خدا گفت که قیامت بسیار سختی ها داره، از سختی های قیامت نجاتت میدم. و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. کسی عیب یک برادر مسلمان بپوشه، خدا میگه عیب تو را من در قیامت میپوشونم. عیب پوشانیدنم برادر است. به عیب کی عیب؟ به عیب فقط پروردگار خودش عیب. ما هممون برادر عزیز یک عیبی داریم، یک خطایی داریم، یک کمبودی داریم. برای این ما این عیب‌ها ما نباید هیچ وقت برادر عزیز پیش یکدیگر یک مثال بیان نکنیم. برعکس عیب یک برادر مسلمان ما باید بپوشانیم. ولی قصه میارن در از قصه حاتم اصم قصه شو میارن در همین باب پوشانیدن عیب. حاتم اصم که یکی از آدمای خیلی بگیم مشهور بود، معروف بود، و زمان خودش بسیار مردم پیش او کس آمده از او طلب دعا میکردند. بعدا میگه روز میگه نزدش یک زن درآمد، میگه او حاتم اصم میگه قبولش کرد. بعدا میگه انسان خیکو در تذکرات اولیا میگذره، میگه بعد این میگه به اختیار میگه از همون زن میگه صدای بادش بلند شد. بسیار زنک میگه خیلی خجالت حس کرد، بسیار حس کرد که بسیار کاری ناخوبی شد، مثال عیب شد، شرم شد. حاتم اصلا میگه گویا که نشنیده است، گویا عیبی همین مادر خواهر نشنیده است. بعد او میگه وقتی که مادر یک دمک ایستاد، بعدا حاتم پرسیدش که یگان مقصد داشتی، یگان خدمت آمدی؟ بعد میگه زنک وقتی مقصدش بیان کرد، این حاتم میگه در حال گفت که مادر گفت بلند گپ زد که من نمیشنوم. بعدا میگه این زن به دلش گذاشت ای خدا شکر گفت که همه عیبی که عیبه سر زد حاتم نفهمید و حاتم نشنید. میگه همین زن میگه تا 13 سال میگه حیات بود. حاتم اصلا به همین خاطر میگن حاتمی کار، به همین خاطر میگنش که خود چه کار گرفت تا زمانی که همون زن زنده بود. وقتی از دنیا گذشت میگه با حاتم مقصد همون چگونه ای که
شنوایی که داشت با در بین مردم همه عادتش پیش بردن گرفت برای یک عیب یک برادر مسلمان پوشانیدن. ابوبکر وراقی را میگه وقتی دفن کردن میگه بچهش در خواب دیدش. در زیر حدیث لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنه فی شجرة